کتاب راهنمای انسان و خزینه شعر و غزل، عالم سخنهای عاقلانه و جهانمای است. کتاب در ردیف مادر و وطن ارزنده ترین مقدسات به حساب می رود و کتاب را کارساز ذوق و استعداد و نظام و صفتهای معنوی انسان گفتند. این است که امروز کتابخانه های زیاد ساخته به استفاده داده شده است و همه می توانند از این گنجینه های پرارزش استفاده برند. ملت تاجیک چقدر شخصیت‌های بزرگ را تولید کرده است و امروز به نسل نورس زمینه گذاشته است. ما نیز آموزگاران، ما با تمامی همین روندهای تعلیم و تربیت نیز کوشش میکنم که آینده ملت نسل نورس، آینده ملت تاجیک ما با یک منبع دانش با کتاب دوستداری بیشتر به کتاب رو بیاریم، چون که هر غذای معنوی میگیریم از کتاب میگیریم. در سالهای بچگی که ما کتاب خواندیم حالا هم درباره آن معلومات داریم و ببینید امروز نسل نورسی ما الکی آماده هستند بیشتر رو به کتاب بیارن. جوانای ما رو از تاریخ تمدن، از فرهنگ خیش، از تمدن خیش برخوردار باشند. در فضای استقلالیت و آبادی کشور نورسان تاجیک امکانیت دارند که به کتابخانه ها رفته کتاب‌های ضروری خیش را دسترس و مطالعه نمایند و از علم‌های گوناگون باخبر گردند. من فرخنده قیاس، خواننده صنف هشتم مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 91 می باشم. امروز ما همه در این درگاه جمع شدیم که فستیوال با نام کتاب منبع دانش را پیشکش کردند. ما از آن خرسند می باشیم که ما در اینجا با بسیار کتاب‌های تازه نشر و ادیبان و شاعران شناس می شویم و باز از آن سبب نیستم خرسند می باشم که غمخواری پیشوای ملتمان برای بهر ما مکتب بچگان خیلی زیاد می باشد. هفته گذشته در کتابخانه دولتی بچگانه به نام میرسید میرشکر نمایش کتاب برگزار گردید که خوانندگان مکتب‌های میانه در آن اشتراک نموده عاید به مطالعه کتاب و منفعت کتابخانه معروضه‌ها نمودند. میکوشم پیش از همه شاگردانم از شاهنامه و شاهنامه خوانی با خبر باشند، در آنها خصلت‌های حمیده انسانی را تربیت کنم، بگذار آنها در زندگی در جاده این حیات، در جاده‌ای که این پستی و بلندی ها دارد، پیش از همه از کتاب علم گیرند، تعلیم گیرند، چون که ما نیز از استادان بزرگ خود سخنها آموخته بودیم. من امروز با کمال ممنونیت به شاگردانم از فردوسی و از این بحر بیکنار ادبیات کلاسیکی درس میگویم. بگذار شاگردان من همین گونه یک شخصیت ها باشند که پیش از همه به کتاب روی آوردند، کتاب رو دوست دارن. در زندگی من گمان میکنم که شخصی از همه بهترین، دوستی از همه بهترین برای انسان کتاب است و من همین چیز را در نهاد شاگردانم تربیت میکنم. انسانی که کتاب را دوست می‌دارد و همیشه از پی مطالعه است، او شخصی خوشبخت بوده، میان مردم آبرومند می‌گردد، زیرا کتاب راهبلد انسان‌ها بوده، استاد بی‌منت و دوست همدم و همراز میباشد. آموختن علم و دانش انسان را موفق می‌گرداند، پس می‌باید برای کامیاب گردیدن برای آموزش علم و ادب نیرو و توانایی خود را صرف نموده صاحب دانش و مهارت والا گردیم.